салом, ахбори озодӣ аст ва ман Хиромон Бақозода. Сархати хабарҳои соат аз ин қарор аст. нархи мусофирбарҳо дар Душанбе тахминан 30% боло рафт. Бисёр сокинон мегӯянд, маош ҳам баробар бо ин бояд боло равад. уже дздияи ягон сум ягон касаҷот кардан. 6 рӯз аст нопадид шудааст. Падари нобино ки се писарашро ба артиш фиристод, мегӯяд писари чоруму нигаҳбонашро аблава карданд. шаҳрдории Душанбе мегӯяд, дар чаҳорчӯби генплан хона музеи Садриддин Айнӣ бояд тахриб шуда ба ҷои дигар кӯчад. мунаққидон ин тасмимро таҳрифи таърих меноманд. جنازه‌شو از آنجا برآمد برای خاطر آنکه یک حادثه یک چیز تاریخی است. ساکنان دوشنبه روزی دوم است که در شرایط نرخ‌های نوی راهگیرا به سر میبرند. افزایش را مقامات شهر با بالاروی نرخ سوزشواری ربط میدهند. قیمت بلیت اتوبوس و ترولبوس، مارشروتکا و تاکسی ها تخمینا 30% افزوده و بسیاری ها را ناراحت کرده است. ولی سوال اساسی مسافران این است که چرا برابر با افزایش نرخ رسمی راهگیرا درآمدهای رسمی زیاد نمیشوند؟ همکاران ما مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین گزارش میدهند. بالا رفتن نرخ راهگیرا در نقلیات جمعیتی پایتخت این مرد را چنین خشمگین کرده است. او با انتقاد از این قرار میگوید مقامات میبایست اول معاش و نفقه مردم را زیاد میکردند. این مرد 330 سومان نفقه میگرفته است و میگوید اکثریت درآمد کم دارند. یگون سوم یگون کساجات کردن. آدمو 300-500 سوم میگیره کی میرسه؟ هر یک کودک درس میروم میوید او پول اولیک چنده؟ یا بر فکر کنه پیسه چنده؟ خینه زندگی ما روزی دنیا تینجیه امونیه خوبه شروعه خیلی یک مبلغ هم زیاد کننده اولیکه آدمی اولیک خرده بسیار قیچی دم نیم سوم مارشروت میگیره. اگر مثال میگیرم ایه خونه 4-5 خواننده باشه اوتای و بگیره 700-800 سوم بخره یا اینکه ماشین پولی کنه. 2 روز اخیر در نقلیات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنهای از نقلیات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. نمی امروز ما قطع یک شوفر نمی مارشروت که ما جنگ کردیم. برای چی؟ برای نمی رو کیروشون قطعیمون جنگ نه بیوامون میمونن نه یک کپوی قبه گام میزنن. هیچ کار کنیم مخه مراجعه نمی میکنیم که مثال که دعوای ما رو عرض ما رو بشنون که مثال همین کم کنن مخه. در اداره دوشنبه نقلیات حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرا به گران شدن نرخ سوزشواری و قسم‌های احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیل‌ها را پیش می‌آورند. این اگر قیمت نمی‌کردن کار شما به ضرر نشد. خب ضرر نمیشه. سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میریزه. ماشکو هم خیلی بسیار خیلی روز آرین در میبروریم یک روز نمیبروریم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلیات از 10 نوامبر گرفته راهگیرا در اتوبوس‌ها 1 سومان و 80 درم شد. آن پیشتر 1 سومان و 20 درم بود. ارزش حرکت در شهر با ترولبوس‌ها از 1 سومانی تا 1.5 سومانی بالا رفت. اینچنین سفر در داخل شهر در میکرو اتوبوس‌ها اکنون 2.5 سومانی است. پیشتر این نرخ 1 سومان و 60 درم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سومانی قبلی اکنون 3 سومانی پرداخت میکنند. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده ها در تاجیکستان برای راهگیرا صرف می شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیرا اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانی صرف می کند که در یک ماه 150 سومانی می شود. به این حساب خراجات راه برای عائله 4 نفره از 300 سومانی زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانی است. برخی از کارشناسان میگویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده میشد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان موسم دعوت تیرماهی به خدمت ارتش ادامه دارد آن تا 30 نوامبر دوام میکند. معرکه نوبتی بر اساس قانونی نوی خدمت ارتش صورت میگیرد، ولی جریان اجرای این قانون به قول برخی کارشناسان ناشفاف میگذرد. معلوم نیست که چی مقدار دعوت شده ها از خدمت آزاد میشوند، ولی همین چیز معلوم است که یک خواست جدی ساکنان برای برهم خوردن تجربه ابله از بین نرفته است. گزارش همکاران ما مومن احمدی و محمود جان رحمتزاده. پسر این مرد نابینا را یک هفته پیش سرباز شکار یا ابله کردند و به خدمت حربی بردند. حالا او برای پسر دستیارش اشک میریزد. اینا من بانک سون گرفتم، قاطی اون بچه دستگیرم بود، قاطی یاردم میداد، مرا هر جمعه بود. میگه 6 میلیسا، میگه کاپیتان میگه ورکان بودنش مات تو این روزا درک ندارم که در جای. پدرش نمیداند که حاتمشاه احتمخان در کدام قسم حربی است. او میگوید که دو پسر کلانیش را خودش به خدمت فرستاده بود. نیت داشت حاتمشاه را نیز در دعوت بهاری گسیل کند، ولی او را ناگهان بردند و او از یک سو برای بینگهبان ماندنش و از سوی دیگر برای بزوری بردن پسرش ناراضی است. 4 بچه دارم، هر کمی میورم ما با خواهش خودم عسکری روی کداکیم. گوش 1 سال خدمت کرد، ایشا روی کدام. یادی من یک بیار بچه داروش نشده، بزرگ نشده که اردا بتا. من ولی تا یکم گروپایم. پسر احتمخان یوسفوف تنها نفری نیست که در کجا بودن بچه‌اش را نمیداند. این زن چند روز باز در نزد کمیسریت حربی کلاب سرگردان است. او میگوید که پسر یگانه‌اش را به خدمت بردند. با گفته مخبری حجت‌های یک پسر بودنش را پیشنهاد کرد، ولی کسی به اعتبار نگرفت. برایم بچم یک تا پسر بود، من را کلام کردم بچه دودر مای که دو مخدم به فرزند من را کلام کردم. یک تا پسر زنوندیم رفتن ای خونه فریزر را هوی کردن، در اومدن روز یکم که بچه را نیافتن، روز دیگه رفتن که بچه نوای خوش قصه گفته میبرم بیرون که دت شای پس فریزر رفتن دت در حال ایستادن بچه را رنگ یعنی باز گوری کشته بیرون برو آوردن. اکنون خالمراد امیرشاه پسر 20 ساله مخبری امیرشاه و در صف ارتش است. مخبری میگوید که او دعوا خواهد کرد تا یگانه پسرش را برگردانند. مقامات در کلاب حادثه های ابله از جانب کارمندان میلیسا را رد کرده میگویند که در دعوت نوبتی آنها تنها به کارمندان کمیسریت حربی کمک میکنند. حالا نقشه دعوت به صف ارتش را 20 شهر و نواحی اجرا کرده است، اما نقشه ولایت ختلان تا این دم تنها 54% اجرا شده است. دعوت به صف ارتش در تاجیکستان هر سال 2 بار صورت میگیرد، بهار و تیرماه. اما در هر دعوت ساکنان مثل ماهپری و احتمخان از شکار شدن فرزندانشان شکایت میکنند. مقامات شهرداری دوشنبه قرار تخریب کردن خانه موزه صدرالدین عینی را صادر کرده میخواهند در چهارچوب گین پلان دوشنبه خانه موزه سردفتر ادبیات شوروی تاجیک را به حدود باغ نو شده عینی کوچ دهند. بینایی که شاهدی کار و زندگی صدرالدین عینی شده و یادگاری واقعی تاریخی به شمار می رود، حالا با خطر نابود شوی روبرو شده است. منقدان میگویند که این عمل تحریف تاریخ است و پیشی این کار باید گرفته شود. همکاران ما اسکندر فیروز و شهلوی عبدالله گزارش میدهند. روی این میز قهرمان تاجیکستان ادیب و عالم بنیادگذار ادبیات نوین تاجیک صدرالدین عینی سالهای اخیر زندگیش مشغول ایجادیات بود. پس از 43مین سالگرد تأسیسیابی آثارخانه او در شهر دوشنبه آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شده است. فعلا ما در صحن حولی خانه موزه استاد صدرالدین عینی قرار داریم و احتمال دارد در آینده نزدیک این بنا تخریب شود و شایعات وجود دارد که نسخه این بنای خانه موزه در باغ استاد عینی در شمال شهر دوشنبه ساخته شود. میگویند که دلیلش گین پلان است، اما گین پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. گین پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانه موزه عینی ترسونزاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند.
بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمیدانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه باباجان غفور و میرزا ترسونزاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چینگیز ایتماتوف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرقیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟ با اطلاع رسمی خانموزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی عینی در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت آن وقته تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود. اون کس اونجا زیستن، حتی جنازه‌شو از اونجا برآمد برای خاطر اون که یک حادثه، یک چیز تاریخی است. اون اگر ما برداریم یعنی حافظه مردم در همین مورد استاد عینی چیکار کنیم، خط زدگی میشویم. در پی اجرای نقشه به اصطلاح گنپلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بنای تاریخی و فرهنگی از بین برده شدند. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند. بینندگان عزیز، این گزارش را در شکل کامل در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org و صحیفه ما در شبکه یوتیوب آزادی ویدیو تماشا کنید. حتما نویسید که در این باره چی نظر دارید. یک عائله در کشور پیرو میگوید بعد حمله سگشان به جانوران دیگر در محل زیست تازه فهمیدند که سگ آنها در اصل روباه بوده است. این خانواده چارپای خود را در خردیش از یک دکانی خرد بر عوض همگی $13 خریده بود و با آن مثل سگ مناسبت میکرد. وقتی سگ آنها بزرگ شد شکایتی همسایه ها زیاد شد. چرا چنین شد؟ پاسخش را از همکارم محمد وفا رحمتزاده میشنویم. روز دوشنبه 8 نوامبر اعضای یک عائله در پیرو روباهی را که همچون سگ به آنها فروخته شده بود و باغ حیوانات شهر لیما تقدیم نمودند. طبق گزارش رسانه‌های محلی حالا روباه تخمیناً 8 ماه است. خادمان باغ حیوانات بعد جستجوی 4 روزه به بازداشت او موفق شدند. چند ماه پیش این روباه را تاجر کوچکی در کنار بازار مرکزی لیما همچون سگ بچه سیبری به این عائله فروخت. وقتهای اخیر روباه بزرگتر شده به شکار مرغ و پرنده های همسایه ها اشتیاق پیدا کرد. بعد تحقیق جدی اهل عائله درک کرد که سگ آنها در اصل روباه است. حامیان حقوق حیوانات وحشی روباه را هدف تیر مدهوش کننده قرار داده سپس به باغ حیوانات پایتخت پیرو سپردند. در این کشور امریکای لاتینی نزدیک به 30 نوع حیوانات نادر موجود است. از دست قاچاقچیان حیوانات به بیش از 50 نوع این حیوانات نادر پیرو محو تهدید می‌کند. مقامات روسیه با درخواست قرقیزستان یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. دلوور جوراف ساکن 52 ساله ناحیه اسفره در اوباشی و برانگیختن نیروی ملی گمان بر می شود. دیروز دادگاه شهری نوسیبیرسک روسیه قرار قبول کرد که او تا 1 ماه دیگر در بازداشت میماند. قبلا او را با چنین گمان بازپرسی کردند ولی هیچگاه بازداشت نشده بود. مقامات روسیه گفتند از جانب قرقیزستان برای بازداشت او درخواستی تکراری رسیده است. پیوندانش میگویند این اتهام بافته و دروغ است. خود دلوور جوراف هم گفته است که گناه ندارد. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که قضیه را زیر نظر دارد و از حق این شهروند حمایت میکند. و اخباری بیشتر از این را از azadi.org پیگیری کنید.